درود به همه دوستان. تو این جلسه قصد داریم که برد مانستر 8 رو راه اندازی کنیم. برای این کار ابتدا وارد سخت افزارش میشیم، یعنی قسمت سخت افزار رو راه اندازی میکنیم و بعد نرم افزار. روی سخت افزار ما دو تا ورودی تغذیه داریم که میتونه 12 تا 24 ولت باشه و کانکتور میکرو یو اس بی مون که برای اتصال به کامپیوتر هستش. برای اینکه وارد قسمت پروگرام بشیم ما بوت رو نگه می‌داریم و ریست رو میزنیم و بعد دستمون رو از روی بوت برمی‌داریم. برای اینکه ببینیم این کار به درستی انجام شده وارد قسمت دیوایس منیجرمون میشیم. همونجوری که می‌بینید توی دیوایس منیجر شناخته شده برد و اینجا اسمش رو میاره. برای ادامه کار از این لینکی که این زیر قرار دادم فایلتون رو دانلود میکنید. بعد از دانلود و آنزیپ کردن فایلتون یه همچین فولدری رو در واقع شما دارید، واردش میشین. ما تو این آموزش قصد داریم که با مالین جلو بریم، خاطر همین وارد فولدر مالین میشیم و مانستر ورژن 2 این رو انتخاب میکنیم، با وی اس کد باز میکنیم این فایل رو. بعد از باز کردن این فایل یه نکته باید دقت کنید، اونم این که حتما اکستنشن پلتفرم آی او رو نصبش کنید چون برای بیلد گرفتن بهش احتیاج دارید. بعد از نصب اکستنشن شما تنظیمات مربوط به در واقع دستگاهتون رو اینجا باید اعمال کنید. بعد از اینکه تنظیمات رو اعمال کردین بیلد در واقع فایلتون رو میگیرین که از این قسمت تیک رو میزنید. وی اس کد شروع میکنه در واقع بیلد برنامه شما رو گرفتن. خب همونجور که میبینید هیچ اروری نداریم و میتونیم ادامه کار رو انجام بدیم. خب وارد فولدر اصلی میشیم. دوباره توی صفحه اصلی فولدرتون یه فولدر دارید به اسم تول، وارد میشیم، DFU آپلودر رو میزنیم. توی این قسمت چند تا فایل دارید شما. برای اینکه بتونیم از این فایل استفاده کنیم ما باید بیلدی که گرفتیم رو داخل این فولدر قرار بدیم. برای این کار یه فولدر دیگه باز میکنیم و از قسمت دسکتاپمون خب بیلد ما داخل مالین ورژن 2 .pio بیلد MKS. قسمت آخر ما یه MKS مانستر 8.bin داریم، این رو کپی میکنیم. بعد از کپی کردن میایم قسمت DFU آپلود که داشتیم، اینجا باید جایگزین این در واقع فایل بین کنیم. این رو ما پاکش میکنیم و بعد فایل قبلیمون رو وارد میکنیم. اینجا کافیه که شما فقط روی DFU آپلود فریمور کلیک کنید. همونجور که میبینید شروع میکنه در واقع برنامه شما پروگرام شدن. خب الان برنامه شما پروگرام شد، فقط کافیه که دکمه ریست رو بزنید و برنامه‌ای که در واقع روی بوردتون ریختین رو تست کنید. موفق باشید.